سلام سلام و احترامات به تک تک شما افغانای عزیز، هموطنای عزیز. امیدم که جور و صحتمند و سرحال و سرفراز و خوش و خرم و خندان باشید. افغانای عزیز، امیدم که در کار زندگیتون موفق و کامگار باشید. افغانای عزیز، من امروز یک پیام دارم به خاطر انجینر محمد رضا احمدی که در مدت 4-5 روز میشد که در صفحات مجازی، در صفحات تیک تاک یک ذره غوغا جور شده. غوغا را کسایی جور کرده. اگر فکرتون باشه این باری اول نیست. چند روز پیش اگر فکرتون بوده که تیم ملی کرکت ما در مقابل 4-5 کشور برنده شد، اینا تمام روز بالایش انتقاد میکردد. یک بالای انجینر رضا نیستن. اگر ما شما بگوییم انجینر رضا بچه زحمتکش است، برای افغانستان یک افتخار آورده، بالایش افتخار میکنیم. اگر یک موتر پلاستیکی را به ما و شما ساخته باشه، باز هم بالایش افتخار میکنیم. چرا که در مدت 40-45 سال شد که با ما و شما هیچ کس افتخار نورده. کدام افتخار؟ بیایید به من نشان بدید. هر کس که میگه که ما افغان افتخار آورده در مدت 40-45 سال، بیایید در میدان بیاندازید که نه افتخارش هستانه. رضا احمدی کوشش خود کرده، زحمت خود کشیده، یک افتخار به افغانستان آورده. دیگه پیامم به 4 تا دوست، به 4 تا اوباش این است که شما حوال از افغانیت و هویتتان پشیمان هستید. شما حق هم ندارید که بالای افغانان انتقاد کنید. شما کسایی هستید که میدان را باختید. میدان باختگی هیچ وقت به میدان آمده نمیتونه. ایرا ما برتان میگم، یک فرد افغان، یک پیامم از برتان که میدان باختگی باز هیچ وقت در میدان آماده نمیتونه. شما کسایی هستید که میدان رو باختید. ما بالای هر افغان خود، بالای هر فرد افغان خود که به افغانستان، به ارزش‌های ملی ما افتخار میاره، افتخار میکنیم بالایش. از هر اقوام افغانستان باشد، نور چشم ماست، به ما فرق نمیکند. زنده باد افغانستان، ژوندی دیوی افغانستان، تل دیوی افغانستان. و سلام با احترام.